به ولاگ ساخت خونه ما خوش اومدید بچه‌ها. بالاخره بعد کلی تلاش و زحمت تونستیم وسایل اولیه ساخت خونه رو بیاریم که شامل تیر آهن، قوطی، تیر آهن‌های سبک و میلیگرد و شن و ماسه و سیمان و دیگر وسایل. اینجا هم پی ساختمون رو میبینید که قبلا کندیم. البته یه سری چالش‌ها اینجا داریم که این چالش‌ها همین لوله‌ها هستن که باید اون کسی که آلماتور رو میبنده یه جوری برنامه‌ریزی کنه که اینا رو پوشش بده و دیگه نیاز نباشه ما دوباره بکنیم و یه عذاب دوباره برامون باشه. این دستگاه خوشگله رو میبینید، دستگاه بستن میلیگرده که میلیگرد رو خم میکنه و کار چند تا کارگر رو انجام میده. البته گذشته از خوبیایی که داره، خب بالاخره جای یکی دو نفرم اشغال کرده. بالاخره هر چیزی یه خوبی و یه بدیایی داره. اینجا هم باید اوستا بیاد اینو سیمان بریزه، بعد یه سری صفحات فلزی هست، البته آهنی هست که این آقا محترم تبلیغات وسط فیلمبرداری ما هستش. اینا رو باید اینجا بذاره این صفحات رو، بعد آقای جوشکار بیاد این قوطی ها رو که میبینید اون تیران بزرگا اونا رو بیاد جوش بده روی این صفحات و این تیر آهن ها میاد روش قرار میگیره که بعداً آجرچینی اینو انجام میشه. اون آهنایی که اونجا میبینیدم برای سربندی کار هستش و که در مرحله آخر هستش. حلب و اینا رو که قبلا خریدیم و حالا بعد اینکه این جوشکاری انجام شد و کار سربندی انجام شد، حالا اوستا بیاد اون حلبا رو ببینه و کار رو انجام بده. اینم بیو خونه ما هستش که واقعا شبیه بهشته که از هر چهار طرف کوه هستش. اینم روستای خوشگل ماه که حالا این طرف درخت‌ها زیاده دیگه نمیشه دید. این برم قبلا مزرعه بوده، حالا دیگه فعلا خشکش کردن و به امید خدا این ولاگ باز هم ادامه داره و برای ادامه کار هم کلیپاشو حتما براتون میذارم. چالش ها هر چیزی که داره رو براتون میذارم که ببینید ساختن یه خونه، حالا چه بزرگ چه کوچیک توی روستا، چه دردسرا و چه دنگ و فنگا و چه مشکلات زیادی رو داره. خونه ما هم لب جاده است دیگه، اینقدر ماشین میره میاد که واقعا صداش دیوونه کننده است. که اینم یه معضلیه برای خودش که باید پنجره های حالا دو جداره چیزی گرفته بشه که دیگه این مشکلات وجود نداشته باشه. شاید باورتون نشه ولی از اونجایی که همه چی 50 برابر 60 برابر شده قیمتش، یه روزی من همین آهن و همین میلیگرد رو خریده بودم برای این خونه بابام که کلا میلیگرد شاخه‌ای 10 تومن، همین چند سال پیش، یادم دور نیست. الان همین میلیگرد من خریدم 430 تومن. این آهن رو من خریدم یه روزی کیلوی 2500 برای این بالا، الان همین آهن شده کیلوی 51000 تومن. همین چند تا چیزی کوچولو کوچولو که میبینید اینجا گذاشتیم شاید باورتون نشه ولی شده 300 میلیون تومن. و برای ادامه ماجرا هم به کلی منابع مالی نیاز داریم که حتما حالا تو ولاگای بعدی براتون میذارم که چجوری اینا تأمین میشه. تو ولاگای بعدی حتما ادامه ماجرا رو براتون میذارم و شما رو با روند کار آشنا میکنم. با ما باشید و حتما پیج ما رو یه سابسکرایبی، یه لایکی، یه کامنتی، یه چیزی برامون بزنید. دم همتون گرم. تا ولاگ بعدی، خداحافظ. خب بچه اینم نتیجه کار صبح که بعد کلی نوسان برق و بعد کلی مشکل برق و بعد کلی داستان بالاخره تموم شد. اینم از نمای این ور که دیگه کار جمع و تکمیل و موتورها و ماشینا مغز ما رو سوراخ کردن. اینم از انتهای کار که دیگه تکمیل شد. اینم که این قسمت بود بعد این لوله ها و این چالش هایی که داشتیم
به هزار زور و زحمت این مشکل حل شد. اینجا هم لوله داشت که خب استاد زحمت هیچ سالی ترفندایی بلد بودن، اینجا رو هم حل کرد. اینجا هم لوله داشت. البته لوله ها باید بعدا برداشته باشه چون اینجا لوله ترکیده. داشتم زمین رو میکندم که کلنگ خورد بهش و ترکید. حالا به زور نوار چسب زدم اینجا، مشخص نوار چسب سولتی زدم. اینجا هم که اینجا هم لوله داشت و یه چالشی بود. خلاص این آجرها رو هم گذاشتن که زیر میله گردا میذارن که خلاصه میله گرد به زمین نچسبه و رطوبت بهش آسیبی نزنه. آقا تا ولاگ بعدی، خداحافظ.